سلام دوستان و پدپیسچیکان عزیز، به همتان عمر دراز، سلامتی، خانه آباد تمنا دارم. بسیاری ها می نویسند که کجا شدین اپا جان ویدیو نمی پرتاین. همیره گفتنیم که من خیلی شید کسلم، هرچی را که دخترای افتن دردی مرا کسل ما انیق کدن، در و دم زخم بده دیم ستیپین بروردن. انا حالی دارو و چیو نویستن که تا باید که 1 ماه همیاره ما استفاده کنم، بعد اپیراتسا میکنم. پیشکی گفتن که اگر اپیراتسا کردیم 6 ماه نگو که صحت میشن. هم دا دیلم دا کم ترک سیقی اومد که مثال برای چی مرا 6 ماه میگن. دیگه خیلی از یقی کردم، هیچی نخوردم، دیلم مانده از زندگی. خیلی رفتم ورچه گفتن که برای چی خیلیش گفتی. خیلی ورچ فیرود کرد، گفت که زیق نشه، گارانتی میتیم، اپیراتسا میکنیم، سوز میشه. برایم کم ترک دیلم با امید شید، با امید زندگی شید. انا ناامیدی قین بده. به همه تون گفتنیم که در حق ما دعا کنین که من صحت شم. با بخیزم برای شما ویدیوهای نو در نو نشان بدم. 15 سانتیمتری روده ما، نمی خیلی نمی روده های نه باورتون میاد که روده اینقدر غوض شوه. این طرفش بوری که این طرف بینین زخم چقدر کلان شده. همین را باید اپیراتسا کنن، پرتاین. برای همین وقت در کار که ما با خود بیام برای شما ویدیو تیار کنم.